Весовая категория свыше 100 килограммов. Финал! فینال وزنی با اضافه 100 کیلوگرم است اینجا که ما پیگیر میشویم جایی که شریف جان ازریف با فردوس نسیمов نیروسنجی کرده ایستادند برای کسب مدال طلای مسابقه امروزه. فینال وزنی با اضافه 100 کیلوگرم در سال 2024 هر دو عنوان قهرمانی تاجیکستان را از رشته کورش به دست آورده بودند. فردوس نسیمов در وزن تا 100 کیلوگرم و شریف جان ازریف باشد در وزن به اضافه 100 کیلوگرم و امسال باشد فردوس نسیمов هم با گروه سنگین وزن ها شامل شده است و با مرحله نهایی راه یافت و اکنون حرکت های هم شریف و هم فردوس برای غالبیت ادامه یافته ایستاده است. حرکت ها از هر دو جانب. شریف جان ازریف در تلاش است. هر دو یختک‌های خود را درست میکنند و نیروسنجی ادامه می‌یابد. کورش صدا میکند داور انقاذ یعنی رقابت را ادامه دهید. فشارها از هر دو جانب است. هم فردوس و هم شریف برای امتیاز اولین تلاش دارند چون تا حال کسی نتیجه را به دست نآوردند و ببینید که فردوس نسیمov چگونه حرکت را انجام می‌دهد و داور اشاره میکند که رقابت را ادامه دهید. آنجا چیزی نیست. جزا اینجا معین کرده می شود، یعنی که تا 2 دقیقه اول پشت سر شدن کسی از ورزشکاران صاحب امتیاز نشوند. برای آنها جزا پیش بینی می شود که هر دو از کمربند یکدیگر می دارند و برای امتیاز حرکت میکنند و اینجا نواری تکراریه که حرکت فردوس نسیمov بود. اینجا داور اشاره کرده است حالت ایستاد را از این حساب حرکتی انجام داده فردوس نسیمov را به اینابت نمیگیرند. برای فردوس نسیمov اینجا تنبیه نشان میدهد داور و رقابت ادامه می‌یابد. حرکت جالبی را فردوس نسیمov انجام داد ولی طوری که اشاره کردیم بعد از امر داور بود، به همین خاطر حرکتی انجام دادهش را داوران به نوبت نگرفتند. ادامه آزمایی هر دو هم جانب یکدیگر پایزنی ها انجام میدهند.
شریف حرکت رو اینجا میخواست انجام بدهد، ولی با چنین شکل فکر میکنم که امتیاز به دست آوردن در برابر رقیب خیلی دشوار است. دیگر باره حرکت از جانب شریف نظریوف بود، حالا که بیرونه را بیشتر او انجام میدهد. وقت هم کم مانده است، دقیقه آخری آزمایی جریان دارد. فردوس حرکت میکند، فردوس در تلاش است اینجا اندکی انتظار میشویم برگشت فردوس نسیمов را و اینجا چهره شریف نظریف برای ما از نزدیک نشان داده می شود. نفری که در میان سنگین وزن ها در حال حاضر هنرنمایی شایسته را در کشتین ملی کشتینگیری و در کشتین کورش هم نشان میدهد. نوارهای تکراری حالتی که فردوس نسیمов بسیار یک حرکت خوب رو انجام داد، سری زانو نشسته پرتافت کرد. اگر حرکتی انجام دادهش بعد از امر داور نمی بود، اینجا 100% امتیاز کامل حلال بهاگذاری کرده می شد. مخلصان هم در تالار جمع آمدند برای دستگیری پهلوانان. فردوس نسیمов روی گلیم برگشت و ثانیه های پایانی وقت کمتر از 20 ثانیه دیگر در حرکت هستند هر دو. شریف نظریف تنها و تنها از حرکت های رقیب خود را کنار میگیرد، چون همینطور وقت به انجام میرسد و از حسابی هم که فردوس نسیمov یک تنبیه دارد، غالبیت نصیب شریف نظریف می شود.